قله ماه رمضان ایام قدر و لیالی مبارکه قدر است. ما به این قله رسیدیم، قله ماه رمضان ایام قدر و لیالی مبارکه قدر است. این شبها رو قدر بدانید برادران و خواهران عزیز، این ساعات رو قدر بدانید، ساعات رو قدر بدانید. از فرصت بی‌نظیر توسل و تضرع، دعا و طلب از پروردگار عالم استفاده کنیم. این اجتماعات عظیم شب‌های قدر حقیقتاً عبرت انگیز است. صداها به تضرع بلند است. الیک عجت الاصوات فی صنوف اللغات. صداها بلند، گریه ها، استغاثه ها، دعا میکنن برای خودشون، برای دیگران. یکی از دعاهاتون این باشد که خدای متعال دعای این مؤمنینی را که در این شبها دعا میکنن مستجاب کنه و مطمئن به اجابت باشید. دریچه های با ارزشی است که گشوده میشه به روی من و شما. خودمون رو در معرض نسیم معنوی و قدسی وزنده از این دریچه ها قرار بدیم. یا معینی عند مخزنی سبحانک یا. افراد مختلف، قشرهای مختلف اجتماعی با لباسها و شیوه ها و رفتارهای گوناگون همشون در زیر یک سقف در یک مجمع جمع میشوند، متوسل میشوند، اشکاشون جاری میشود. اینا رو قدر بدانید، اینا خیلی ارزش داره، اینا خیلی با ارزش است. اینا بنیه معنوی یک ملت رو، همین چیزهاست که تقویت میکند او رو در راههای دشوار کمک میکنه. اینها دل انسان مؤمن رو محکم میکند، توکل او رو به خدا زیاد میکند. وقتی به خدا توکل کردید از غیر خدا دیگه نخواهید ترسید. وقتی از غیر خدا نترسیدید به سمت اهداف عالی خودتون محکم حرکت خواهید کرد. وقتی از غیر خدا نترسیدید به سمت اهداف عالی خودتون محکم. وقتی به خدا توکل کردید از غیر خدا دیگه نخواهید ترسید. الیک حجت الاسوار الیک حجت الاسوار.